خیانت آخوند قزوینی در نقل از صحیح مسلم پیرامون سیدنا عمر رضی الله عنه. من یک سوالی از آقایان دارم. بارها این سوال رو ما کردیم ولی خب متاسفانه این حضرات جواب ندادن. این رو اگر دوستانی که تماس میگیرن با این شبکه ها این رو برای ما جواب بیارن. حدیث 55-26 صحیح مسلمه، 5526 5526. آقای ابی بن کعب برمیگردد به عمر بن الخطاب، میگه یبن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، عذاب بر اصحاب پیغمبر نباش. این رو برای ما جواب بدن. این که آقای ابی بن کعب میگه ولا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، تعدادی از صحابه نشسته است. آیا نظر شما نسبت به سخن ابی بن کعب چیه؟ آیا راست گفته یا دروغ گفته؟ اگر دروغ گفته پس معلوم میشه ابی بن کعب کذاب دروغگوست. اگر راست گفته و خود عمر هم انکار نکرد، صحابه هم انکار نکرد، جناب خلیفه دوم که عذاب بر اصحاب پیغمبر شده، آیا این اصحابی که عمر عذاب شده بر اونها، اینها عادل بودند یا فاسق بودند؟ اگر عادل بودند پس بر عادل عذاب وارد کردن فسق، گناه، معصیت، ظلمه. و اگر نه اینها فاسق بودند پس دیگه اینی که شما میفرمایید عدالت صحابه و چنینشون همه چی به باد میره. این رو اگر دوستان که تماس میگیرن با اینها، من دوباره عزیزان وقتی که تماس میگیرن این آدرس هایی که ما میدیم آدرس ها رو یادداشت بکنن، یا حداقل این جمله ای که ما میگیم یبن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، صحیح مسلم بر مبنای مکتبه اهل بیت جلد 6 صفحه 179. این آخوند از ترس اینکه مبادا رسوا شود کل روایت صحیح مسلم را ذکر نمی کند و اشاره‌ای به داستان که سبب این سخن است نمی نماید. بیایید با هم کل قصه را بشنویم. عن ابي موسى الاشعري قال: جاء ابو موسى الى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا ابو موسى، السلام عليكم، هذا الاشعري، ثم انصرف. از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت شده است که نزد عمر ابن خطاب آمده و فرمودند السلام علیکم. عبدالله ابن قیس اجازه ورود میخواهند، به او اجازه ندادند. دوباره گفتند السلام علیکم، ابو موسی هستم. السلام علیکم، اشعری هستم. سپس راه بازگشت در پیش گرفت. فقال: ردوا علي، ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب ابو موسى. عمر رضی الله عنه فرمود او را بازگردانید. وقتی بازگشت عمر از او پرسید چرا بازگشتی؟ ما مشغول بودیم. ابو موسی فرمود از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند اجازه خواستن برای ورود 3 بار است. اگر اجازه داده نشد برگرد. عمر فرمود برای این حدیث شاهدی بیاور وگرنه چنین و چنان میکنم. ابو موسی رفت. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه،
فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال نعم، أبي بن كعب. قال عدل. عمر گفت اگر شاهدی آورد آن را شبانگاه در نزد منبر خواهید یافت. اگر شاهدی نیابد او را نخواهید یافت. وقتی شبانگاه آمدند وی را یافتند. فرمود ای ابو موسی چی میگویی؟ آیا شاهدی یافتی؟ فرمود آری، ابی بن کعب. عمر فرمود قابل قبول است. قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. ای ابو طفیل، این شخص یعنی ابو موسی چی میگوید؟ ابی بن کعب فرمود شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: ای ابن خطاب، عذابی بر یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم مباش. عمر فرمود سبحان الله، چیزی را شنیدم و خواستم تحقیق کنم و مطمئن شوم. بینندگان گرامی، مشاهده کردید این آخوند مکار چگونه دست به تدلیس میزند و کل روایت را ذکر نمی کند، به ویژه سخن آخر عمر فاروق رضی الله عنه که فرمودند سبحان الله، چیزی را شنیدم و خواستم تحقیق کنم و مطمئن شوم. و این خود بیانگر حرص و اهتمام عمر فاروق رضی الله عنه بر محافظت از سنت نبوی می باشد. نکته دیگر این که بر حذر داشتن از چیزی دلالت بر وجود و ثبوت آن نمی دهد. آخوند قزوینی می گوید چون ابی طفیل به عمر رضی الله عنه فرموده ای ابن خطاب، عذابی بر یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مباش، پس حتما این امر محقق شده و این امر دلالت بر جهل این آخوند بر زبان عربی و نیز مفاهیم و آیات قرآنی دارد. الله عزوجل در آیات متعددی پیامبرش را بر حذر داشته و می‌فرماید الحق من ربك فلا تكن من الممترین. این حقیقتی از سوی پروردگار توست، پس جزو تردید کنندگان مباش. یا می‌فرماید ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. و به راستی که به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شد که اگر شرک ورزی کردارت نابود می شود و از زیانکاران خواهی بود. جناب آخوند قزوینی، طبق منطق شما آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از تردید کنندگان و یا مشرکین بود، یا اینکه العیاذ بالله الله عزوجل دروغ میگوید؟ و در جای دیگر الله عزوجل خطاب به پیامبرش میفرماید الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ما این کتاب را به حق بر تو نازل کرده ایم تا مطابق احکامی که الله به تو نشان داده میان مردم حکم کنی و از خیانتکاران جانبداری مکن. جناب آخوند قزوینی، طبق منطق شما یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از خیانتکاران جانبداری می کرده یا اینکه الله عزوجل دروغ گفته است؟ و در جای دیگر می فرماید
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. و پروردگارت را با تدبر و در ژرفای وجودت بامداد و شامگاه با زاری و بیم بدون بلند کردن صدا یاد کن و از غافلان مباش. جناب آخوند قزوینی، طبق منطق شما یا رسول الله صلی الله علیه و سلم از غافلان بوده و یا اینکه الله عزوجل دروغ گفته است. واقعا نمیدانیم این آخوند این منطق را از چه استبلی نشخوار کرده است. دیدگاه حجت الاسلام ابوالقاسمی در مورد استادش آیت الله قزوینی: کسی که در قلبش مرض باشه، بیماری باشه، مثل خرمگسی است که میره توی باغ، هزاران هزار گل هست، روی کثافت و مدفوعی که گوشه باغ افتاده رو اون میشینه و بعدش از همون لذت میبره، بعدش رو هم مانور میده، دور همون میچرخه فقط.